بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که صحت و سلامتی لباس تنتون باشه و حفاظت الهی همیشه همراهتون باشه. الله متعال همه ما رو از هر گونه غفلت و هر گونه نسیان و فراموشی مسئول نگه بداره و دست ما رو در همه موارد و مواقع بگیره. ذکر و یاد آوردن و یاد آوری کردن غذای روح بشر هست، غذایی که همیشه بهش نیاز داریم و دوام و استمرار حیات مفید ما به اون وابسته است. درخت ایمان ما با اون آبیاری میشه و تنومند میشه و ثمره شیرین خودش رو به بار میاره. غافل موندن از اون این درخت رو ضعیف میکنه، از میوه محروم میکنه و در انتها به خشکی اون رو منتهی میکنه. مهمترین و بنیادی ترین ذکر الهی گفتیم نماز بود. نمازی که اگر از زندگی یک مؤمن حذف شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که العهد الذی بین و بین، در حدیث قدسی که روایت کردن، پروردگار متعال میگه که العهد الذی بینی و بین عبدی الصلاة من ترکها فقط اشرک او فقط کفر. بین بنده من و بین من پیمانی که وجود داره بر نماز قائم هست. اون کسی که نماز رو ترک کرد دچار کفر شده یا دچار شرک شده. بحث فقهی این حدیث مستقل هست و ما در برنامه خودمون جنبه های فقهی و حکمی رو عموماً بهش توقفی نداریم روش. اون چی که برای اون اهمیت هست این هست که وظیفه خودمون رو در مجموع بدونیم، وظیفه شناس باشیم، اهمیت وظایف رو پی ببریم. با پی بردن وظایف و اهمیت وظایف و وظیفه شناسی خواهیم تونست نیازهای حقیقی خودمون و نیازهای حقیقی روزمره خودمون رو برآورده کنیم. و گفتیم که ذکر مهمترین نیاز ما است و مهمترین ذکر هم نماز بود. نماز که مهمترین ذکر هست قائم بر مهمترین ذکری هست از ذکر کلی که قرآن باشه. اون سوره فاتحه است. سوره فاتحه حیثیت و ارزشش مثل حیثیت ارزش نماز در دین هست. یعنی همونطوری که نماز در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که رها کردن نماز یعنی دین یا نقض عهد الهی رو موجب میشه، پایه دین منقرض میشه. عیناً نماز هم ستون و پایش بر سوره فاتحه قائم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بخاری و مسلم روایت میکنن که
از عباده ابن صامت رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، نمازی نیست برای کسی که فاتحه رو در نماز نخونه. گفتم باز هم موضوع فقهی رو مد نظر نداریم، ولی اهمیت و جایگاه این رکن نماز رو برامون باید به خوبی روشن بشه تا وقتی که انجام وظیفه میکنیم یا به عنوان ذکر نمازی رو به جا میاریم، نقش حقیقی خودش رو این ذکر در زندگی ما داشته باشه. چرا؟ فاتحة الکتاب، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. همونطوری که ایمان با ترک نماز نقض میشه، نماز هم با ترک فاتحه نقض میشه. چرا؟ حضرت ابی هریره رضی الله عنه در حدیثی میارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابی بن کعب گفتن که اتحب ان اعلمک سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ آیا دوست داری که من سوره ای رو به تو بگم که نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور و نه در قرآن مثل اون نازل شده باشه؟ گفت نعم یا رسول الله. پیامبر فرمودند که کیف تقرأ فی الصلاة؟ قال فقرأ القرآن. چون که الکتاب یا القرآن که اسمش هم با خودش هست، اهمیت این سوره رو در قرآن معرفی میکنه، رو خوندن. پیامبر گفتن که والذی نفسی بیده و ما انزلت فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها. این سوره ای هست که نه در انجیل و نه در تورات و نه در زبور و در قرآن مثل اون نازل نشده. اهمیت این حدیث اونجایی هست که در حدیث قدسی دیگری پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که قسمت الصلاة بینی و بین عبدی قسمین. نماز رو من بین خودم و بین بنده خودم به دو بخش تقسیم کردم. این ذکر رو دو قسمت کردم. یه بخشش ارتباط با من هست، یعنی منو بشناسه و موقعیت من رو بیاد داشته باشه. دوم حیثیت خودش رو و وظیفه خودش رو و نیاز حقیقی خودش رو هم پی ببره. در این حدیث میگن که وقتی که بنده من میگه الحمدلله رب العالمین، بنده من اینو جمله رو میگه الحمدلله رب العالمین، الله متعال میگه بنده من منو حمد منو کرد، منو ستود. الرحمن الرحیم، الله متعال میگه که بنده من ستایش منو کرد، ثنای من رو کرد، به خوبی منو یاد کرد. و وقتی که بنده من میگه مالک یوم الدین، حاکمیت سلطه عاقبت و حساب و کتاب در اختیار تو هست، الله متعال میگه که مجدنی عبدی، الله بنده من منو بزرگ یاد کرد. حمد الهی با کمال صفاتش، ثنای الهی و یاد نیکی پروردگار با ذکر نعمتهاش، الرحمن الرحیم، رحمتش بر بندگانش، مالک یوم الدین، مجد و کبریا و حاکمیت و سلطه‌ای که به حساب بندگان و
خلائق کلن رسیدگی میشه. حساب و کتاب همه بندگان پیش روشون گذاشته میشه. حاکمیت و سلطه‌ای که در ضمن اون حاکمیت و سلطه همه به حقوق خودشون نائل میشن. وقتی که بنده من میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه هذا بینی بین عبدی و لعبدی ما سأل. بعد از این امور سگانه که درش یاد الهی و مقام الهی و ستایش و ذکر نیک پروردگار وجود داره، وظیفه خودش رو در مقابل پروردگار اعتراف میکنه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اطاعت و عبادت مطلق تو رو به جا میارم و فقط از تو کمک میطلبم. حاکمیت و سلطه در اختیار تو هست. در مسیر حرکت خودم هر قدمی از تو کمک میطلبم. به تو وابسته و دلبسته هستم. ولی عبدی ما سأل، و بنده من بهش داده میشه اون چیزی که بخواد. و باز هم آموزش میده بنده خودش که ای بنده من چی نیاز داری؟ مهمترین نیاز تو چی هست؟ اساسی ترین بنیادی ترین نیاز در زندگی چی هست؟ با من نیازایی جلو رومون هست، یا شغل هست، یا کار هست، یا پول هست، یا زن هست، یا شوهر هست، یا نمیدونم بیماری علاج هست و امثال اینها. همه اینها مرتبط با 4 روز حیات دنیا هست. اگر فقر بکشیم بازم در دنیا فقر کشیدیم. اگر مشکلات مختلف اجتماعی داشتیم باز هم مشکلات محدودی هست در دنیا. و به همین صورت تمام خواسته هایی که ما عموماً ما رو با خودش درگیر داره و دغدغه اونها رو داریم و دست دعا هم بلند میکنیم. ولی اون چیزی که با ارزشترین نیاز انسان و بنیادی ترین خواسته انسان باشه اون رو فراموش میکنه. هدایت، ارزش، در هر زمینه ارزش، در هر زمینه ارزش. هدایت رو فقط، معنای هدایت فقط این نیست که مثلا من مسلمان باشم. این هدایت کلی هست. دین خودش هدایت هست، هدایت کلی هست. هر نفسی که انسان میکشه نیاز به هدایت داره. هر سخنی که میگه، هر کلمه‌ای به زبان میاره، هر موضعی میگیره، هر چشمی که به هم میزنه، نگاهش نیاز به هدایت داره. حتی خنده‌ای که میکنه، یه خنده بیجا، یه خنده بجا، یه لبخند میتونه بهترین گل رو در دل فرد مقابل بکاره و یک لبخند میتونه بدترین نفرت رو در دل ایجاد بکنه. یک عمل هست. یک کلمه میتونه بهترین انسان رو شکل بده یا از انسان تصویر ذهنی بسازه و مثل همون کلمه میتونه یک انسان رو به بدترین و منفورترین انسان مبدل بکنه. یک کلمه میتونه دلی رو به دست بیاره و یک کلمه میتونه دلی رو بشکنه. یک کلمه میتونه صلح و صفایی رو در زندگی انسان‌ها ایجاد بکنه و یک کلمه میتونه جنگ‌ها و خونریزی‌ها رو پاک کنه. یک کلمه هست. میگیم اهدنا الصراط المستقیم. در هر زمینه‌ای شما فکر کردید که میخواید فرد خودتون اصلاح کنید، یه مشکل داره. اگر هدایت الهی نصیب من و شما نشه، سعی تلاش خودمون رو میکنیم، زحمت خودمون رو میکشیم، به جایی که اصلاح بشه بدتر میشه. یه پزشک میخواد معالجه بکنه، برعکس اگر کمک الهی نباشه همون دارویی که برای بیمار تجویز کرده میتونه اثر معکوس داشته باشه و دهها عوارض به خودش به همراه بیاره. در مجموع سعی و تلاش رو ما میکنیم
از وسایلی که الله متعال در اختیارمون گذاشته و استفاده میکنیم، ولی توفیق رو از الله متعال میطلبیم. در هر زمینه میگیم اهدنا الصراط المستقیم. ما یه بخشی رو در جلسه گذشته اشاره داشتیم که یک هدایت هست که در موارد خاص مطرح هست، مثل اختلاف. اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک. این هدایت در زمینه‌های معینی هست که انسان در زندگی خودش باش مواجه میشه، ولی یه هدایت تفصیلی کلی هست که در هر زمینه انسان هدایت نیاز داره. در هر زمینه. صراط الذین انعمت علیهم. خیلی موقع هست که انسان چیزی رو میشناسه، پی میبره، ولی نمیتونه اون رو عملی کنه، یا ارادهشو نداره، یا همتشو همت کمتری داره، یا موانع مختلفی پیش روش میاد. ولی صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسانی که بهشون نعمت دادیم، اون راهی هست که شناختن و بهش پایبند موندند. شناختن و مسیر رو پایبند ادامه دادند، ثابت قدم بر مسیر موندند. انعمت علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اینا همشون کسانی هستند که از هدایت یا حقیقتی که دریافتن بهره گرفتند. انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، همه اینا عملا در زندگی خودشون از نعمت هدایت بهره عملی گرفتن. چه بسیارن کسانی که هدایت در اختیارشون هست ازش بهره نمیگیرند. علم و دانش دارن، ولی از علم و دانش خودشون سودی نمیگیرن. علم لا ینفع اون چیزی هست که الله متعال ما رو در امان موندن از اون رو برامون توصیه کرده از زبان نبی خودش. اعوذ بک من علم لا ینفع. وجود علم کافی نیست، باید این علم به مرحله منفعت برسه، یعنی که مفید واقع بشه. شاید ذات علم مضر نباشه، ولی وقتی که انسان ازش بهره نگیره، علم بی فایده ای هست، درخت بی ثمری هست. همه میدونن که سیگار ضرر داره، ولی آیا همه سیگاری ها با این آگاهی و علم تصمیم قطعی میتونن بگیرن که سیگار رو ول کنن؟ همه ما میدونیم که دروغ گفتن کار بسیار زشت و ناپسندی هست و در دین شریعت حرام هست، ولی آیا در مواردی که مصلحت منفعت ما هست، آیا حاضریم قربانی بدیم و صداقت رو اعمال کنیم بدون اینکه دروغ بگیم، کالای خودمون رو مشتری معرفی کنیم، بدون اینکه دروغ بگیم خودرویی که میخوایم بفروشیم رو در اختیار مشتری بذاریم و بگیم که این مشکلاتش هست یا این ویژگی هست؟ هرگز. متاسفانه وقتی که مسائل منافع جلومون میاد، از یاد میبریم که صداقت هم یک ارزش هست. اون موقع ارزش هست پول، مصلحت و منفعت. در نتیجه ما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، در پیش رو خودمون انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین رو میاریم که در زندگی خودشون مفصلا به چه صورت تونستن به علم مفید و هدایت سعادت بخش نائل بشن. اهل کتابی که در قرآن کریم مکرر ازشون یاد میشه کسانی هستن که علم داشتن ولی به علم عمل نکردند. مسلمانی که قرآن رو بخونه بهش عمل نکنه، این عاقبت رو به خودش داره. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه کسانی که بهشون غضب کردی و نه اون کسانی که گمراه شدن. مغضوب علیهم کسانی هستن که علم دارن عمل به علم پایبند نمیمونن. ضالین کسانی هستن که بدون علم به آن خودشون یا به زعم خودشون و به ادعای خودشون عبادت بندگی یا عملی رو انجام میدن که فکر میکنن که اون درست و صحیح است. شرط هدایت سعادت بخش این هست که ما
علمی داشته باشیم مفید بر مبنای حقیقت و به این علم پایبند بمونیم و ثابت قدم زندگی خودمون رو تا آخرین لحظات با عبودیت و اطاعت الله متعال خاتمه بدیم. الله متعال ذکر لا اله الا الله رو تا در آخرین لحظات زندگی بر زبان و لبهای ما جاری کنه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.